توجیکستان سرخ یا توجیکستان سوویتی و حاضر جمهوریت چون گفتید که اول با نام عید توجیک به چوب رسید. این برآورده آرزو و آمال چندین عصره مردم توجیک بود، من جمله زیایان این ملت. چون که استاد صدرالدین عینی وقتی که تبر تقسیم آسیای میانه به وجود آمد، یکی از ارمانهاش بود و سخنش این بود که متاسفانه توجیک‌ها که مردم بومی این سرزمین هستند از مطبوعات خود محروم هستند و اون چند مطبوعاتی که امروز دارند اینقدر فعال نیستند و میگوید که زبان ملت این روزنامه و جریده وی می باشد. متاسفانه ما نداریم حتی به این درجه و البته این دردای کهنه بودن چون بخارای شریف هم توقیف گذاشته شد و تمام روزنامه‌هایی که بودن اینها رو امیر عالم خان بسته بود. بنابراین وقتی که روزنامه گویم امروزه جمهوریت اون وقت به وجود آمده بود، حقیقتا این به عید حقیقی توجیک ملت توجیک تبدیل یافت، یعنی که آواز توجیک به طور رسمی از منبر بلند سیاست برآمد، به دنیا پخش شد و این رو نه تلویزیون وقت کرده است، البته نبود، نه رادیو، نه چیز دیگر. این رو روزنامه رسمی همین دولت جمهوری مختار شوروی سوسیالیستی تاجیکستان خب تاجیکستان سرخ کرده بود و تاجیکستان سرخ این گویم که اساس و بنیاد سیاست کتبی ما می باشد، سیاست کتبی جمهوری تاجیکستان. چون که ببینید از اول بنیاد شدن جمهوری شوروی سوسیالیستی تاجیکستان، هم مختار تاجیکستان و بعدا شوروی سوسیالیستی تاجیکستان و تا امروز تمامی قرارها، تمامی فرمانهایی که حکومت وقت میبرارد اونها تا در روزنامه جمهوریت چاپ نشوند اونها حقوق رسمی ندارند. یعنی که ما داروی یک حجت گشتیم که تمام گویم تصمیمات حکومت رو به طور رسمی در اونجا مثلا باید تثبیت میکند و به مردم میرساند و امروز نیز همین حالت دوام دارد. بنابراین یک نوع روزنامه، این روزنامه یک نوع پاسپورتی مشخص، پاسپورتی انفرادی همین ملت توجیک می باشد و نامش هم در همون دوره با نام توجیک وابسته بود، با نام تاجیکستان سرخ، تاجیکستان شوروی و بعداً تاجیکستان سوویتی شد و یعنی کلمه توجیک در اون برند بود، برندی همین ملت بود و برند تمام روزنامه های ما در سطح بین المللی. چون که در خلاصه مطبوعات بین الخلقی نیز هم در زمان شوروی و هم امروز وقتی که خواهند خب مملکت های دیگر خواهند که با سیاست امروزه روزنامه با سیاست امروزه جمهوری ما بهاتیان، اونا البته پیش از همه روزنامه جمهوریت رو میخوانند، میگیرند و در اساس اون معاینه میکنند که سمت سیاست روز جمهوری با کجا رفته شده است، چی جریان دارد. و دیگر اینکه این روزنامه از همون دولت چنانه که شما گفتید از همون دولت تا امروز در حقیقت هم رسالت تاریخ خودش رو اجرا کرده آمده ایستاده است و اینجا و این روزنامه نه تنها گویم که خب یک نوع گویم حجت سیاسی است، بلکه این مکتب سیاستمداران، مکتب ژورنالیستان سیاسی، مکتب دولت مردان سیاست است که از این در این روزنامه اونا آموخته می شدند، آموزش می گرفتند و بعدتر به منصب‌های بزرگ دولتی و جمعیتی می نشستند و در اداره کردن جمهوری ما با دولت یاردن می کردند. خب ببینید مثلا خود دیلمی یکی از گویم که اولین نفری که در جمهوریت این بفرم اولین چی بود
سرمحریر اون بود. یکی از انقلابیون دوره چیز همون دوره بود و ایرانی بود و در برابر استاد لاهوتی اومده بود در اینجا. استاد لاهوتی، استاد سرزین عینی با این روزنامه همکاری میکرد. خب بعدا استاد خب نور تبارف یکی از تو درجه مثلا مدیر شعبه فرهنگی یا سیاست کمیته مرکزی حزب رسیده بودند. مذهبشو محبت شویف دیگر سرمحریران نفرانی که در اینجا کار میکردن اونها در جاهای بسیار بلند کار میکردن. بعدا استاد عطاخان لطیفی یکی از ژورنالیستان خیلی هم مشهور ما، قلندر و نظر که امین جان شکویی، اینها نفرانی بودن که در سیاست گویم که ایدئولوژی دولت حرف اول رو میزدند و امروز نیز ما افتخار میکنیم که اونها در همین یک روزنامه بسیار با آبروی ما کار کرده بودند و به این درجه ها رسیدند. روزنامه جمهوریت گویم که از بس که سیاست دولت رو معین میکرد، در اینجا ژورنالیستان حرفه‌ای به وجود آمدند، از دانشگاه می آمدند در اینجا خب تخصص نو می گرفتند و موافق این تخصص کار میکردن و باز برای خودشان شاگردان نو تیار میکردن و یعنی یک مکتب حقیقی یه ژورنالیستیک بود. و در دوره هایی که ما میبینیم این تاجیکستان سوویتی یا تاجیکستان شوروی یا خودی روزنامه همون تاجیکستان سرخ، من با این کار میکردم، در ارخیوش بسیار کار کردم و در اساس اون من یک کتابم نوشته بودم، اتفاق نویسندگان تاجیکستان و انکشاف ادبیات. و وقتی که شما ورق میزنید سالهای گویم که از گذشته تا امروز، شما میبینید که تاجیکستان همچون جمهوریت چگونه انکشاف یافته است، چگونه ترقی کرده است، نفس همون زمان چگونه بود. یعنی همین نفس مثلا سالها دوره استالینی میبینید در همین روزنامه هست که استالین مثلا چگونه دولت دوری میکرد و در اون دوره مثلا مردم چه احوال داشت و بعدا دوره خروشچوف، دوره مثلا دیگرها و بعدا در دوره انقلاب‌های جنگ شهروندی که ما گذراندیم مثلا در اینجا نیز یعنی که آهسته آهسته همه چیزا پایه‌شون گذاشته می شود، پایه من همین تبادلاتی که بعدا می شود و شما مثلا وقتی که به سالهای 80 می رسید احساس می نماید که یک انقلاب باید شود، یک دیگرگونی شود و این در همون روزنامه ها در زیر حرف های همین هر یک مقوله های زیادی گفته می شود. خب این روزنامه در جهان تاجیکستان رو معرفی کرد. شما می بینید که آدمان بزرگی، سیاستمداران بزرگ، خب رژیسوران بزرگ، خب اهل هنر، صنعت، کشاورزان فکرهای خودشون رو درباره تاجیکستان در اینجا گفتگی‌اند و همچنین در تمام این روزنامه در حیات خارجی یا اینکه گویم که رابطه های خارجی جمهوری تاجیکستان با دولت های هم شوروی و هم دولت های دیگر در اینجا البته انعکاس می‌یابد و یعنی که ما اگر گویم که روزنامه جمهوریت این سفیر گویم که رسمی مطبوعات ما در خارج است، ما خطا نمی‌کنیم، چون که در خارج وقتی که من با کجایی که میروید به سفارت‌های ما میرید، سفارتخانه‌های ما البته روزنامه جمهوریت در اونجا است. من مثلا در سفارتخانه ایران رفته دیده بودم، در سفارتخانه آلمان حتما بند روزنامه جمهوریت است و البته از روی وی اونها نیز کار میکنن با گویم که همکاران خارجی خودشان. برای همین غیر از این در روزنامه البته شاعران نویسندگان ما در اینجا کار میکردن، مثلا استادان گفتین در اینجا استاد نور تبارف، عبدالحمید صمدوف، رجب مردان، سلیم شاه، علیم شاه، محمد علی شاه، حیدر شاه، خب حق نظر غایب، ولی میرزا شکورزاده، حبیب الله فیض الله، غایب سفرزاده،
خب گفتیم همین جان شکوی، زلفیه عطایی، محمد غوی و چندین نفران دیگر که امروز ادبیات ما از آنها رنگ گرفته است، با ادبیات ما خدمت‌های بزرگی کردن، در همین روزنامه تربیت یافتند. ما میتوانیم که امروز حتی وظیفه‌دار هستیم که این روزنامه ما که در اونجا یا در همین جا هم هستند و البته در اونجا چیزی که در ما دسترس نیست، اینو رو گیریم به طور الکترونی، ما باید عکس برداری کنیم و اون رو نگه داریم، یعنی که و گویم که شکل رقمی، شکل الکترونی رقمی اون رو بازگردانیم تا که مثلا کاغذ شاید 100 سال دیگر 50 سال دیگر و زرد شده کار نشده میشد، ولی این میستد. خب دیگر اینکه در روزنامه جمهوریت این مکتب آدم و آدمگری است. در اینجا نفران از همون دوره اول تا آخر کار میکردن که اینها اینتلیگنسیا یا اینکه زیایان پیشقدمترین زمان خودشون بودن، با فرهنگترین نفرانی بودن که اینها رو مثلا از جانب حکومت، از جانب اون وقت حزب خب انتخاب میکردن و اونها در اینجا کار میکردن و اونها برای مردم کارهای روشنگری میکردن و مردم دیگر رو از خفای خودشون میبردن و از جمله نمونه عبرت تمام کارمندان روزنامه های دیگر بودند. نظر جمهوریت البته نظر حکومت است، چون این ارگان اولی حکومت است، ارگان نشریه اولی حکومت است و در دوره اتحاد شوروی نیز همین گونه بود. اگر وای نشریه دولتی یا نشریه حکومتی نمی بود وای ارزی وجود نمی کرد. و در این دوره نیز وای این روزنامه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان است، مؤسسش پرزیدنت و حکومت جمهوری تاجیکستان است. و ببینید که همین وقتی که از خط عربی به خط لاتینی میگذشتند، در مدت 1 سال یا 1.5 سال روزنامه جمهوریت در صحیفه‌های خودش مکتب تشکیل کرد که خط لاتینی رو به مردم بیاموزند و وقتی که سال 1939 تا 41 مرحله به خط روسی یا کریلی گذاشتن شد، باز هم همین کار رو تکرار کرد، یعنی که به مردم فهم و الفبای نو رو معرفی کردن و طرز نوشت رو یاد میدادن در صحیفه های روزنامه. و از سال 1928 تا سال 31-32 ما میبینیم که در روزنامه آهسته مثلا اگر روزنامه 4 صحیفه براید، 1 صحیفهش به لاتینی است، بعد 3 صحیفهش به عربی و آهسته این برعکس میشد و در آخر پره در سال 31 یا 32 با لاتینی میگذرند و بعدا باز این احوال باز تکرار میشود، یعنی که ما میبینیم که نیمه صحیفه‌اش لاتینی، نیمش روسی، نیمش لاتینی و نیمش روسی و فکرهای نویسندگان، شاعران، ادبیات شناسان، اونایی که با زبان ادبیات کار داشتن، برای دیگر شدن خط در صحیفه ها کوریدن چوب میشدند و این البته مردم رو آماده میکرد و بعدا از سال 1941 42 پره به خط روسی میگذارند و خط امروزه و همین کار یعنی که تا امروز با خط روسی دوام میکنند. روزنامه از بس که گویم که در برابر بردن سیاست دولت خب مشغول شدن به بهادهی و تشکیل کردن مقاله ها درباره سیاست رسمی امروزه دولت و وظیفه دار هست. برای همین من فکر میکنم که وقتی که روزنامه هیئت تحریریه دارد، در این هیئت تحریریه آدمان شامل هستند که اونها تجربه کلان روزنامه نگاری دارند، اینها از همون بلندی گویم که مقام خودشون به جامعه نگاه میکنن و با کدام راه ها یکم که خود روزنامه رو معرفی کنند. وقتی که آزمون اعلام کرده می شود، این معرفی خود روزنامه نیز است، یعنی که وقتی که ما در باره شعر کودک و ادبیات کودک در روزنامه جمهوریت میخونیم که آزمون اعلام شده است، ما خرسند میشویم که اینها مثلا از ادبیات کودک رو نیز
به اعتبار نگذاشتند. یعنی که سیاست در سوای معارف است، این سیاست در سوای فرهنگ، سیاست در سوای پرورش آینده کودکان ما است. و یعنی که وقتی که آیت تحریره به چنین قرار می آید که همین آزمون است یا کدام کار دیگری باشد یا برآوردن کتاب و مقاله و چیزی که اونو تصمیم میگیرد، این تصمیمی گوییم که درست است.